دعای من کجا رفت؟ میلیون ها مسلمان وقتی که دعا می کنند این دعاها کجا می رود و چه می شود؟ 3 احتمال دارد. احتمال اول، شما دعا می کنید و به آسمان ها می رود و مورد قبول درگاه الهی قرار می گیرد و همان گونه که درخواست شده اجابت می شود. دیر یا زود، ولی در هر صورت همان گونه که دعا کردید اجابت می شود. احتمال دوم، دعا می کنید ولی به بلایی برخورد می کند که برای ما مقدر و نوشته شده. مشکل یا بیماری یا فقر یا تصادف یا هر چیز دیگری. و وقتی که مشکل در حال نزول به سمت ما بود با دعای ما برخورد می کند و این بلا و دعا تا روز قیامت با همدیگر درگیر می مانند. شما از خود می پرسید که دعایم کجا رفت؟ شاید شما دعاهای بسیاری کردید و در آسمان ها با مصیبت ها و مشکلاتی که در حال نزول به سمت شما بودند برخورد کردند که ما از آنها بیخبریم. در این حالت نه دعا اجابت می شود و نه به بلا و مصیبت دچار می شویم. احتمال سوم، ما دعا می کنیم ولی اجابت نمی شود. این دعا کجا رفت؟ روز قیامت پاداشش را خواهید یافت که در میزان حسنات شما گذاشته می شود. آن وقت آرزو خواهید کرد که ای کاش هیچ یک از دعاهایم اجابت نمی شد و همه آنها به حسنات تبدیل می گشت تا ترازوی اعمال سنگین می شد. چرا این را می گوییم؟ برای اینکه مطمئن باشید که هیچ یک از دعاهای شما به هدر نمی رود. هرگز دعایی نیست که بی نتیجه بماند. یا این که الله متعال دعایتان را طبق درخواستتان اجابت می کند و یا این که الله با رحمت و حکمتش مصیبت و بلایی را از شما دور می گرداند و یا این که آن را برای شما در روز قیامت ذخیره می سازد. شاید این سوال پیش بیاید که کدام یک از این 3 حالت بهتر است؟ اینکه دعای شما پذیرفته شود و یا اینکه مصیبتی از شما دور گردد و یا اینکه الله آن را برای شما در روز قیامت ذخیره کند؟ و جواب این است که این را به الله واگذار کن. اوست که به مصلحت شما آگاه است.